کارتون دختر کوهستانو یادته؟ پدر بزرگ هایدی همیشه از این شیر برنجا براش درست میکرد. مادر منم از همون بچگی همیشه برای من درست میکرد. کدو حلوایی ها رو همین اندازه خورد کنید. برنجو بشورین و خیس کنین. اگه برنجتون نیم دونه نبود مثل من میتونید اینجوری با دستتون خوردش کنید. مرسی که یادت نمیره. برنجو با 4 لیوان آب بذارید رو حرارت. آب برنج که داغ شد کدو رو اضافه کنید. وقتی در این حد شکفت و له شد موقع اضافه کردن شیره. اگه دوست داشتین شیر برنجتون غلیظ‌تر باشه 1 لیوان شیر اضافه کنین. در آخرم شکر. فقط در حد حل شدن شکر روی حرارت باشه کافیه. به به ببین چی شد. به همین سادگی و به همین خوشمزگی شیر برنج کدو حلوایی ما آماده است. بعد از اینکه لایک کردی خوشحال میشم سیوش کنی و برای دوستاتم بفرست.